این از قبل بوده؟ پنجره‌های خوشگلی. های بیچ بازم بالا. اوه خوشگله. وای سوگه میشه بریم طبقه بالا رو خرابش نمی‌کردم. چه ویوی داشته به دریا. این چقدر خوش. ببین خراب کردم. آفرین خراب کردم. اینجا چقدر اینجا فلش کشیده؟ همین روی اسلامی بوده. سرچم بریم بشینیم سرگی. نمیدونم شب شد به خودش باشه. نه مثلا باشه آره گیانم ببینم اینجا رو. او این حیاتشه. یه دونه دیگه آها راه داره نگاه کن. بریم؟ بریم باش از این برم من 100% میگم این اتاق رضا بود. رضا شاید زیر پات بگیره. اینه چیه؟ مثلا اتاق مهمان پذیرایی باشه. این دیواراش با آشپزخونه میخوره. بزرگه. چقدر ترسناکه. این چه عجیبه. این اتاق یک آبیه. ما باید بریم بالا. ببین از بالا نیست. این پس چیه؟ بریم؟ بیا از اینجا بریم دیگه. باش بیا بریم. ما الان اونجا بودیم. اینجا چیه؟ چه ایزوگامی هم کردن. ما الان برمونیم. پشمام به نظرت این آب بوده توش؟ نه این نگاه کن. آره بریم اونور. یعنی واسه خودشون بوده. چه حرفش زد. کیت داره. بسته است این. بشکنم؟ آتیش روشن کردن اینجا. پول ورسکش هنوز نریخته. ناموسن دیگه این اتاق خودشون باشه. بادی تو این اتاق میپیچه. چقدر بزرگه. چه باید خوبی داره هنوز برای سال. آفرین. مرد تو کی بودی؟ که سلام میده اینجا قدم میزد با فرح. این چیه اینجا؟ اینجا پر گازه. بوده که خرابش کردم. اینجا جن داره. یکی روی کموده نوشته بود اینجا جن داره. همه جا داره مادر. همه جا داره دیگه. راه نداشته باشه. ولی خب کاش اینجا هم دیوار میکرده. مثل ما کله غر باشه هر کاری میکنه. خب امروز اومدیم کاخشان که میبینید کیشلیت بوده. چی بوده؟ کیشلیت.
نمیتونم از زیبایی و بزرگی این کاخ براتون بگم. نظر من سمت اتاقای بزرگتر و دلبازتری داشته. خود شاه و خانوادهشون اینجا زندگی میکردن، بیشتر برای مهمانا و کسایی که حالا از کشورهای خارجه میومدن. ویو و اینا، ویو به دریا اون سمت کاخه، ویو حالا جنگل و اینا خب مسلما اون موقع خیلی خلوت‌تر بوده. اینجا علی باز با این حال خیلی زیباست. زیبا جادا زیبا و جادا بینندگان ولاگو قطع کن. بریم خدا سوگمی بریم. بیا میافتی. مهتابیاشو اونجا لونه کردن. از اینجا نمیدونم راه نداره. از کجا میدونی؟ گم شدیم؟ گیر کردیم. شاه فراری شده.